والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا من الله فكل شيء بيننا مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. برادران و خواهرانم، من به شما درود میگویم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درود و برکات الله باد بر همه شما. از من خواهش کردند که در موضوع دعوت اسلامی سخنی گفته باشم. کلمه دعوت خود معنای فرا خواندن و یا تکلیف نمودن را دارد و وظیفه هر مسلمان به اسلام دعوت کردن نامسلمانان می باشد. استراتژی و اصولهای دعوت به اسلام خیلی زیادند. بعضی آنها نتیجه دلخواه نمی دهند، در حالی که بعضی دیگرشان بسیار نتیجه بخش می باشند. اصول بسیار وسعت یافته در بین مسلمانان هنگام دعوت کردن دیگران به اسلام این نقل کردن عاید جانبهای مثبت اسلام می باشد. حتی اگر نامسلمان به هزارها جانب مثبت اسلام راضی شود، ولی تا حال او در قعر دل خود می گوید آها، تو هم مثل همان تروریستان مسلمان هستی، تو هم مثل همانهایی هستی که اسلام را با شمشیر پهن کردند، تو نیز همان گونه مسلمانی هستی که با چند زن ازدواج میکنند، تو نیز مثل همانهایی هستی که در مسئله میراث به زنان ظلم میکنند. و این چند جانب منفیه که نامسلمان فکر میکند او را نمیگذارند که زیبایی اسلام را درک بکند. از این رو هر باری که من با نامسلمان گپ میزنم همیشه از او میپرسم به گمان تو در اسلام جانب‌های بد و خطا چی چیزها بوده میتوانند؟ من به او فهمش آن را میدهم که او میتواند کاملا آزاد خطاگی‌های اسلام را بگوید. یعنی اولا من اجازه میدهم که او خود را با راحت حس بکند و هر سوالی که باشد عاید اسلام بپرسد، عاید هر آن چیزی که بر گمان او جانب منفی اسلام به حساب میرود. بعد این او میتواند که عاید اسلام 3-4 سوال بپرسد و این 3-4 سوال کاملا به 20 سوال از همه وسعت یافته نامسلمانان داخل می شود که عادتا آنها عاید اسلام می پرسند. الحمدلله در طول 25 سال دعوت من به آن خلاصه آمدم که 20 سوال خیلی پهن شده موجودند که نامسلمانان عادتا عاید اسلام می پرسند و هنگامی که ما آنها را میپرسیم به گمان شما در اسلام چه خطاگی وجود دارد، اکثریت نامسلمانان 3-4 سوال میپرسند و آن سوالها کاملا به 20 سوال از همه پهن شده نامسلمانان داخل می شود و چگونه این 20 سوال در ذهن نامسلمانان جای میگیرد. این از آن وابستگی دارد که در اخبارات مسلمانان را چگونه نشان میدهند. امروزها ما میبینیم که چگونه در اخبارهای بین المللی تبلیغات آشکار اسلام ستیزی میرود. در شبکه‌های محوروی دولتی و شخصی، در مجله‌ها، در صحیفه‌های اینترنتی تبلیغات آشکارای ضد اسلامی رفته ایستادند. از این خاطر وابسته از آن که اخبارات اسلام را چگونه پیشنهاد میکند، این 20 سوال پیوسته عوض میشوند. چند ده سال پیش این سوالها دیگر نمود بودند و الکی بعد 10-20 سال این سوالها تماما دیگر میشوند. خلاص وابسته از آن که اخبارات اسلام را چگونه نشان میدهند، این سوالهای وسعت یافته در ذهن نامسلمانان پیدا میشوند. زیرا که اگر به کاسه پر از آب ریختن را دوام دهیم، آب زیادتی از کاسه میریزد. از این رو اولا باید کاسه را از آب خالی کنیم، یعنی همون چند حسیات منفی که آدمان نسبت مسلمانان دارند پاک کرده شوند و بعداً با هر چیزی که آن کاسه را پر کنید در داخل آن میماند و بعدی که جانبهای منفی را عاید اسلام از ذهن آنها دور کردید، آنگاه اگر شما 10 جانب مثبت اسلام را به آنها بگویید، پس با خواست الله آنها زیبایی اسلام را درک خواهند کرد. این یکی از استراتژی مهمی دعوت است هنگام صحبت با نامسلمانان. عاید استراتژی دوم باشد. من این نوار را عیناً از آن آغاز کردم وقتی که به شما آیت 64 قرآن کریم را از سوره آل عمران خواندم. الله متعال می‌فرماید: بگو ای اهل کتاب، به سوی سخن بیایید که میان من و شما برابر است و انحراف از حق در آن نیست که جز الله را نپرستیم و چیزی را به او شریک نسازیم و برخی از ما برخی دیگر را به جز الله به پرستش نگیرد. وقتی که شما نامسلمان را به اسلام دعوت میکنید، شما میتوانید از هر چیزی که مهم شمارید آغاز نمایید. میتوانید که از دلیل‌های علمی آغاز کنید و یا از ادبیات عربی، هر چیزی که نباشد، ولی مهم آن که شما پیام توحید را به او برسانید.
شما می توانید او را دعوت کنید که ماینوشی نکند، گوشت خوک را استعمال نکند یا دیگر کارهای بد را نکند. لیکن اگر او را به ترک کردن شرک دعوت نکنید، پس تمام دعوت شما به نتیجه خواهد بود. از این رو دعوتگر به اسلام باید بفهمد تا دمی که او عاید توحید گپ نزند و شرک را از حیات نامسلمان دور نسازد، دعوت او به ثمر خواهد بود. بنابراین الله متعال گفته است: بگو ای اهل کتاب، به سوی سخن بیایید که میان ما و شما برابر است و انحراف از حق در آن نیست که جز الله را نپرستیم و چیزی را با او شریک نسازیم و برخی از ما برخی دیگر را به جز الله به پرستش نگیرد. اگر آنان از این دعوت روی گردانیدند، پس ای مؤمنان به ایشان بگویید گواه باشید که ما تسلیم اوامر الهی هستیم. وقتی که ما کتاب‌های دیگر دین‌ها را می‌آموزیم، چه نصرانیت باشد، چه یهودیت، چه هندویت، چه دین سیکخیت، ما می‌بینیم که در همه این دین‌ها گفته شده است که خدای توانا یکتا است. او نمی‌تواند که صورت یا هیکل و مجسمه داشته باشد. او پسر داشته نمی‌تواند. از این رو وقتی که من با مسلمانان گپ میزنم، من آنها را دعوت میکنم که حداقل راضی شویم تنها یک کتاب موجود است که در حقیقت کلام خدا است. نصرانی میگوید که تورات و انجیل کلام حقیقی خدا است. هندو میگوید که ویده ها کلام حقیقی خدا است. مسلمان میگوید که قرآن کلام حقیقی خدا است. و من به آنها میگویم خوب بیایید راضی شویم که ما از یک چیز عمومی پیروی داریم و آن اختلافی که داریم به فردا گذاریم. بیایید راضی شویم از پیروی کردن به آن چیزی که در همه این کتاب ها نوشته شده است. و وقتی که ما آموزش مقایسوی میگذرانیم در اساس آیات قرآن به سوی سخن برابر میان ما و شما بیایید، ما اعتراف میکنیم که در همه این کتاب ها در عموم عاید یک خدا گپ میرود. هنگام فهمیدن کدام یک دین، ما نباید که به عملها و به چه اعتقاد داشتن پیروان آنها نگریم، بلکه باید به کتاب آنها نظر کنیم. همه این کتاب ها را آموخته ما به خلاصه می آییم که تمام کتاب ها عاید موجود بودن تنها یک خدای می گویند که او نه صورت دارد و نه نسل. بر ضمن این من اعتراف می کنم که در تمام کتاب ها گفته شده است عاید آخرین پیامبر و رسول محمد صلی الله علیه و سلم. در همه کتاب ها گفته شده است که ما باید سجده کنیم به الله. در همه کتاب ها گفته شده است که نوشاکی های مست کننده جایز نیست. در همه کتاب ها گفته شده است که قمار عمل زشت است. اینک وقتی که ما تحقیقات مقایسوی میگذرانیم، بیایید راضی شویم که در همه کتاب ها از جمله ویده ها، تورات و انجیل، قرآن و دیگر کتاب ها گفته شده است که تنها یک خدا موجود است و او یگانه ذاتی است که شایسته عبادت می باشد. بیایید راضی شویم که غیر از او به کسی دیگر عبادت نکنیم. بیایید راضی شویم که محمد آخرین پیامبر و رسول خدا بود و در آن چیزی که ما اختلاف داریم بعداً محاکمه میکنیم. لیکن در همه کتاب ها عاید توحید یعنی یکتا پرستی گفته شده است، عاید ایمان به خدای یکتا. بیایید راضی شویم به اقرار شدن این. همین طور در نظر من آیتی را که برایتان ذکر کردم در دعوت کلید اساسی شما خواهد بود. با شرافت آن ما می توانیم که تمام نامسلمانان را در یک دایره جمع بیاوریم، در دایره ایمان آوردن به خدای یکتا و به آن که محمد صلی الله علیه و سلم آخرین پیامبر و رسول خدا می باشد. به نام الله بخشاینده و مهربان. ستایش الله را که پروردگار عالمیان است. درود و برکات الله باد بر فرستاده شده همچون رحمت بر آفرینش پیامبر ما، پیشوای ما، امام ما، دوستدار ما و خوشنوده چشمان ما محمد پسر عبدالله به اهل خانواده‌اش و به صحابگانش. الله تعالی کتاب‌ها نازل کرد و پیامبرانش را فرستاد تا که تمام آدمان به او و تنها به او عبادت بکنند و به او کسی را شریک قرار ندهند. و رحمت و کرم بی آخری الله به ما آن است که او ما را مسلمان آفریده است و او به ما این دین حق را عطا کرده است و به ما امر کرده است که دیگران را به سوی دین دعوت بکنیم، چنانه که او سبحانه و تعالی به پیامبر دوستدارش صلی الله علیه و سلم گفته است: بگو ای پیامبر این راه من است، من و پیروانم همگان را با دلیل و حجت به سوی الله یگانه دعوت میکنیم. من از الله طلب می نمایم که او ما را از جمله پیروانش بگرداند که به سوی دین او در اساس دلیل و حجت آشکار دعوت میکنند. دعوت در اساس دلیل و حجت آشکار به مسلمانان گناهکار، مسلمانان بدعتکار و اینچنین به نامسلمانان نگرانیده شده است.
ҳамаи онҳоро мо даъват мекунем ки пайравӣ аз ҳақ бикунанд ки бо илм ва далели ошкор асос ёфтааст. Илм ба худ донистани мавқеи даъватшавандаро, намуди даъватро ва усули даъватро дар бар мегирад. мусалмон бояд ба ин чизҳо аҳамият бидиҳад, то ки даъваташ ба натиҷаи дилхоҳ бирасад. зеро мақсад он аст ки даъват ҷавоб ёбад. зеро мақсад он гуна даъват кардан аст ки одамон ба даъват ҷавоб диҳанд, на ин ки аз гуноҳ наҷот ёбему халос. мо дӯст медорем ки ҳақро ба одамон бирасонем ва мехоҳем ки одамонро ба роҳи ҳақ равона бикунем. вале ин амалӣ нахоҳад шуд то он даме ки мо нисбати Аллоҳ самимона ва содиқона рафтор накунем ва то он даме ки аз паёмбар саллаллоҳу алайҳи вассалам пайравӣ накунем ва мисли ӯ бо ҳикмат, насиҳатгари накӯ ва хайрхоҳ нисбати дигарон набошем. чуноне ки Аллоҳ таоло мегӯяд: ӯ он аст ки пайғамбари худро бо ҳидоят ва дини рост фиристод то онро бар ҳамаи динҳо ғолиб кунад, агарчи мушрикон нохуш шаванд. ин дин ғолиб мешавад, чӣ бо мо бошад ва чӣ бидуни мо. мо талаб мекунем аз Аллоҳ то ки моро сабаби ба сӯи ҳақ равона шудани одамон бигардонад ва дар ҳақиқат ба ман бисёр писанд аст усули даъвати устод Зокир Найк. бигзор Аллоҳ ба ӯ кӯмак кунад ва мададгораш бошад дар роҳи даъват ба сӯи Аллоҳи мутаол. бисёри мардум ҳидоят ёфтаанд бо сабаби ӯ, усулҳои ӯ ва тарзи дурусти муаррифӣ кардани дин. ӯ диққатро ба тавҳид ҷалб мекунад ва ҳама гуна амалҳои ширкро тарк мекунад. ман аз Аллоҳ талаб мекунам то ки ба ҳамаи мо муваффақият ато кунад ва ба роҳи ҳақ ҳидоятамон бикунад.